برادری سوال کردند که آیا تماشا کردن کینوی میرزا از نگاه شریعت اجازت است یا نه؟ الجواب باسم ملهم الثواب. از روی معلوماتی که درباره این فیلم به ما رسیده است فهمیده می شود که در این فیلم چیزهای حرام و خلاف شریعت خیلی زیاد دیده می شود که این برای جوانان این امت تأثیر منفی یعنی تأثیر بدی خود را البته می گذارد. از جمله به نمایش گذاشتن زنان نیم برهنه، اختلاط یعنی یک جایه شدن مردان و زنان بیگانه و آغوش گرفتن یکدیگر و غیره که حرام و ناجایز بودن همه اینها با آیات قرآنی و احادیث گوهرباری نبوی ثابت شده است. کسانی که چنین فیلم ها را ثبت کرده به نمایش میگذارند و کسانی که اینها را دستگیری میکنند و یا چنین فیلم ها را تماشا میکنند و پهن میکنند خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم را نافرمانی کرده اند. در پیشگاه الله متعال فاسق و فاجر شمرده میشوند. چنین نفران از جمله کسانی می باشند که بی‌حیایی را پهن می کنند. و خوب به یاد داشته باشید که خداوند درباره اون نفرانی که در بین مؤمنان بی‌حیایی را پهن می کند در آیه 19 سوره نور می فرماید که کسانی که دوست دارند که بی‌حیایی در بین مؤمنان پهن شود برای آنها در دنیا و آخرت عذاب دردناکی است. بینگرید که کسانی که تنها دوست